یه شهر ساحلی زیبا کنار دریای سیاه که راحت و بدون ویزا میتونید بهش سفر کنید. سلام دوستای عزیزم، فرنوش هستم. به چنل من خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو قراره یه ولاگ سفر داشته باشیم از شهر باتومی در کشور گرجستان. خودم اولین بار میام اینجا، ولی به نظرم که شهر قشنگیه و مخصوصا که ساحل خیلی جذابی داره. حالا با من همراه باشید چون قراره جاهای دیدنی شهر رو نشونتون بدم، غذاهای مخصوصشون رو با هم تست کنیم، از هزینه ها بگم و در آخر ویدیو میخوام داستان عشق افسانه این شهر رو براتون تعریف کنم. هوا نسبتا سرد و بارونیه امروز. حالا من الان صبحونم رو خوردم، بریم ببینیم که چی در انتظارمونه. نکته که راجع به مردم اینجا بخوام بهتون بگم اینه که مردم اینجا اصلا گرم و صمیمی نیستن. حالا حداقل توی برخورد اول. یه رستوران رفته بودیم، بعد جایی که ما نشسته بودیم خیلی گرم بود، من خیلی گرمم بود. رفتم پایین گفتم که اگه ممکنه جای ما رو عوض کنید، اون بالا خیلی گرمه. همشون نو اصلا یه لحظه موندم. انتظارش اصلا نداشتم، ولی کلا برخورده مردمش اینطوریه، خیلی سردن. حالا شاید باهاشون ارتباط داشته باشی کم کم یخشون باز شه، ولی در برخورد اول اصلا. خب اومدم یه مرکز خرید. قیمت ها رو اینجا تا جایی که دارم نگاه میکنم، برندهایی که برندهای جهانی هستن قیمت ها یکیه با جاهای دیگه، مثلا مثل ترکیه. ولی خب یه سری برندها هستن که مال خودشونن، اونا قیمتاشون پایینه، مناسب تره، ولی خب از لحاظ کیفیت و قشنگی حالا خیلی چیزی چشم منو نگرفت. ولی در کل مرکز خریدای خوبی داره و میتونید خرید کنید. اما بگم که اون خریدی که توی ترکیه میکنین با قیمت مناسب تر رو نه، اینجا نمیتونید انجام بدید. اینجا میدون اروپاست، جایی که هم قسمت مدرن شهر رو میبینید هم قسمت سنتی و قدیمیش. چیزی که اینجا جالبه به نظر من اینه که ریشه های شرقی شهر هنوزم خودش رو داره نشون میده، ولی جای قشنگیه. حالا جالبه توی شهر که داری قدم میزنی خانومای زیادی رو میبینم که همشون 2 تا 3 تا بچه دارن. یکی رو تو کالسکه گذاشتن، یکی داره میدوه. نمیدونم چجوری هندل میکنن. ما تو ایران توی یه دونش هم موندیم. از نظر ظاهرم بگم به روسا شباهت دارن اینجا، ولی جثه‌هاشون ریزتره، چه خانوما چه آقایون. قد بلند اینجا خیلی کم میبینی، ولی خب چهره ها بلند و سفید و روس اروپاییه. خب
اومدیم یکی از رستوران‌های حالت سنتی شهر باتومی، میخوایم غذاهای محلیشون رو تست کنیم. یکی از غذاهایی که اینا خیلی دوست دارن این خاچاپوریه، یه چیزی حالت نون پیتزا، وسطش پنیر و تخم مرغ داره، یه قالب کرم توش گذاشتن. خوشمزه است ولی به نظر من بیشتر برای صبحونه خوبه. اون وسطش رو تخم مرغش رو میکس میکنی با اون کرهه، انگاری که تخم مرغ عسلیه. البته مدل مختلف داره ولی به نظر من بیشتر برای صبحونه خوبه. معروف ترین غذای گرجی این خینکالیاست. من فکر میکنم هم خانواده مانتی ترکیه یا راویولی ایتالیاست. یه بافت خمیری داره مثل خمیر پاستا که توشو با گوشت، پنیر یا قارچ میام پر میکنن. قیافه خوشگلی نداره، یعنی قیافش زیاد جذاب نیست، ولی خب من قبلا هم خوردم، خوشمزه است. الان دو مدل فکر کنم، یکیش پنیریه یکیش گوشته. بازش کن. این حالت گوشت آبدار داره. میگم قیافش زیاد جالب نیست ولی طعمش خوبه، من خودم دوست داشتم. باتومی شبا هم خیلی قشنگه چون ساختمونا نورپردازی‌های خیلی چشمگیر و خوشگلی داره. جاهای دیدنی هم زیاد داره ولی خب منتها الان فصل سرده. تابستونا موقعی که هوا خوبه، اینجا های سیزنه، باغ گیاه شناسی قشنگی داره، یه تلکابین داره که از بالا میتونی منظره شهر رو نگاه کنی و خب وقتی هوا خوبه تفریحات آبی هم به راهه. ولی الان خب یه کمی سرده. همینطور تورای گردشگری و طبیعت گردی خوبی داره چون طبیعت قشنگی هست اطراف باتومی. الان این خط ساحلی رو نگاه کنید، کنارش همش ساختمونای خوشگله که خیلی هم قشنگ تو شب نورپردازی کردن. بولوار ساحلی باتومی تمام طول شهر کشیده شده و خیلی جای ترتمیز و مرتبیه. خیلی امنیتش به چشم من اومد، خیلی جای امنیه و هر ساعتی از شبانه روز وقتی بیاید بیرون احساس امنیت میکنین. حالا اگر تابستون باشه که کلا شلوغه و هر ساعتی بیاید بیرون عشق و حال به راهه. دارم میرم یه سوپرمارکت ببینیم هزینه خورد و خوراک اینجا چطوریه. یه سری محصولات ضروری رو ببینیم اینجا قیمتش چطوره. الان این شیر، یه قوطی شیر 4 لاری. الان که من اینجا هستم هر لاری 30,000 تومنه. ژانویه 2025 میشه چقدر؟ 4 ضرب 120,000 تومن حدودا. خب این از ایران خیلی گرونتره. اینجا به پنیراش معروفه. 2 تا محصول خیلی معروف داره، یکی شرابشه یکی پنیرشه. چند مدل پنیر خیلی خوشمزه داره. حالا این پنیرهای بسته ای رو که دارم میبینم از 6 لاری شروع میشه، 3 تا 180,000 تومن. این بسته های تخم مرغ 6 لاری 180,000 تومن. نمیدونم دقیق ایران چنده ولی فکر میکنم ارزون تره. الان من توی نوار ساحلی دارم پیاده روی میکنم. چیزی که اینجا به نظرم جالبه تغییر این بافت قدیمی شهره که به سرعت داره نوسازی میشه و تبدیل به ساختمونا و آپارتمانای خیلی شیک و امروزی میشه. ولی بافت قدیمی رو که نگاه میکنید، بذار دقیق نشونتون بدم. ببینید بافت قدیمی به این شکله. آدم احساس میکنه
یه زلزله که بیاد همه اینا میخوام با خاک یکسان شن. ولی اون برا ببینی در حال پیشرفت سریعه. کلا تمام شهر اینطوریه. ساختمونا یا خیلی داغونه به این شکل. الان این زرده رو ببینی یا که خیلی شیک و برج و آپارتمانای نوساز با نورپردازی های خیلی قشنگه. اومدم نشستم این کافه که از طبقه بالا تراس خیلی قشنگی داره، منظره فوق العاده است. از دو طرف دریا رو میبینیم. هوا هم امروز نسبتاً ابریه. چیزی که میخواستم راجع به صحبت کنم زبان مردم کشور گرجستانه. به زبان گرجی صحبت میکنن. به شدت سخته چون مثل جاهای دیگه نیست که حداقل الفبا شبیه انگلیسی باشه یا حالا یه سری از الفبا شبیه حروف انگلیسی باشه، آدم بتونه بخونه اسم این خیابونه کجاست، اسم این نمیدونم مغازه چیه. الفبای منحصر به فرد خودشونو دارن که اگر بخوای سر ازش در بیارید کل الفبا رو باید یاد بگیری. اینجوری که من نگاه میکنم اصلا تشابهی نداره و صحبت کردنش هم خب ما اصلا نمیفهمیم. ولی همین که یکم بدونی که اینجا چی نوشته اونجا چی نوشته تو سفر همیشه به آدم کمک میکنه. حالا اینجا اینجوری نیست ولی در کل چون کوچیکه خیلی بزرگ نیست، اونجوری نیست که خیلی بخواد دنبال آدرس بگردید. یکی دیگه از جاذبه های شهر باتومی وجود کازینوهای زیادشه در سطح شهر. کسایی که اهل بازی هستن یا شانس خوبی دارن اغلب میان اینجا بازی میکنن و شانس خودشون رو امتحان میکنن. دیدم که از کشورهای اطراف حالا مثل ایران جاهایی که کازینو وجودش توش ممنوعه اکثرا میان اینجا بازی میکنن. حالا شما هم اگر بازیتون خوبه میتونید بیاید شانستون رو اینجا امتحان کنید. ولی اگر مثل من که بازی اصلا بلد نباشید و اهلش هم نباشید باز جذابیت داره چون کازینوها خوشگلن و نورپردازی قشنگ مخصوصا توی شب دارن. اومدم لب دریا، احساس میکنم که این ساحل خیلی آرامش خاصی داره. یعنی خوراک اینه بشینی اینجا مدیتیشن کنی به صدای سکوت و صدای قشنگ این موجا گوش بکنی. من که خیلی دوست دارم. حالا دیدم فضا اینطوریه گفتم بیام داستان عشق افسانه‌ای این شهر رو اینجا براتون تعریف کنم. بذارید برم یه جا بشینم. شهر باتومی یه افسانه عشقی داره که بر اساس یه رمان قدیمیه. از روی این رمان 2 مجسمه درست کردن، مجسمه علی و نینو. 2 شخصیت این داستان بودن که یه عشق پرتباطاب بینشون اتفاق میفته. علی یه مسلمان آذربایجانی بوده و نینو یه دختر گرجی با دین مسیحی. انگاری که اینا خیلی همدیگر رو دوست داشتن ولی این اختلاف مذهبی و فرهنگی براشون مشکل‌زا بوده و هر کاری میکردن نمیتونستن به هم برسن. خب الان تو تایمی اومدیم که این 2 مجسمه 2 شخصیت داستان همدیگر رو بغل کردن ولی مسائل و مشکلات دنیا نمیذاره که زیاد کنار هم بمونن. الان تو تایمی ما اومدیم اینجا که علی و نینو همدیگر رو در آغوش کشیدن
ولی خب از هم دیگه رد میشن و دوباره از هم دور میشن. گفتم که یه طعنه از مشکلات و مصائب زندگیه که نمیذاره که دوتا عاشق واقعی زمان زیادی رو کنار هم بمونن. راستم میگه. ولی از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید ازتون تشکر میکنم. اگر تا اینجا اومدید یعنی که ویدیوی منو دوست داشتید و این خیلی برای من با ارزشه. اگر دوست دارید ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما کانال منو سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره. نظری پیشنهادی هم اگر داشتید خیلی خوشحال میشم که برام تو کامنت ها بنویسید. همه رو میخونم.